הנשיא דונלד ג'יי טראמپ. موج کفکوبی ها برای دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در کنست پارلمان اسرائیل. امیر آهن سخنگوی کنست پارلمان این کشور ترامپ را جسورترین رهبر دنیا، مردی صلح‌آور و سزاوارترین نامزد به جایزه صلح نوبل در سال آینده نامید. سروزیر اسرائیل نیز به همین شیوه اظهار نظر کرد. ترامپ در روز رهایی 20 گروگان اسرائیلی از دست حماس، سازمانی که در اروپا و امریکا تروریستی دانسته می شود، به اسرائیل رفت. مرحله اول طرح پیشنهادی صلح ترامپ با میانه‌روی مصر و قطر و امریکا در قاهره بحث شد و آن را اسرائیل و حماس پذیرفته به جنگ 2 ساله پایان دادند. ترامپ گفت وقتی رسیده است که پیروزی به تروریستان را به مرحله صلح و رشد در خاورمیانه تبدیل دهیم. او در سخنرانی در پارلمان افزود امریکا شریک پیروزی اسرائیل است و پیروزی اسرائیل پیروزی تمام اهل عالم است. بر اساس طرح صلح، حماس 20 گروگان را امروز آزاد کرد و جسد 28 گروگان کشته شده را نیز به اسرائیل می‌دهد. اسرائیل ارتشش را از غزه بیرون تر کرد و نزدیک 2000 زندانی فلسطینی را آزاد کرد که 250 نفرشان حکم ابد گرفته بودند. جنگ در غزه 7 اکتبر سال 2023 پس از آن آغاز شد که حماس به خاک اسرائیل حمله کرده 1200 اسرائیلی را کشت و بیش از 250 نفر را گروگان گرفت. در حمله های اسرائیل به غزه بیش از 67,000 نفر کشته شدند که به گفته سازمان های حامی حقوق اکثرشان زنان و کودکان بودند. همچنین در اینجا بیشترین شماره خبرنگاران نیز به هلاکت رسیدند.